سلام، روزتون بخیر. سلام عزیزم، روز شما هم بخیر باشه. ممنونم، مرسی. اگر موافق باشید امروز در مورد موضوعی که فکر میکنم دغدغه خیلی ها باشه با هم یه گفتگوی کوتاه داشته باشیم. حتما. سوالی که من از شما دارم اینه که چرا الان خیلی رابطه جدی نمیخوان و اکثریت دنبال سرگرمی هن؟ ببین، فرهنگ امروز هم سرعتی شده هم مصرفیه. حالا فقط توی خرید و مصرف نیستش دیگه این قضیه، روابط هم متاسفانه مصرفی شده. انقدر که هیجانات بالا رفته، تنوع طلبی زیاد شده و در نتیجه روابط خیلی سطحی و بدون عمق شده و یه رابطه‌ای که توی صمیمیت واقعی باشه تو دیگه توش نمی‌بینی. درسته. چرا بعضیا حتی وقتی عاشقن رفتار گیج کننده ای از خودشون نشون میدن؟ ببین، اینم باز برمیگرده به این که خیلی ها اون نیاز واقعیشون رو نمیشناسن و میاد ترس از تعهد به وجود میاد، ترس از اون تجربه هایی که تو گذشتهشون داشتن و در نتیجه صداقت دیگه توش دیده نمیشه، ثبات توی رابطه دیده نمیشه و همینجوری دچار سردرگمی میشن و رابطه خب در نهایت خوب پیش نمیره. آماده سوال بعدی هستی؟ بله. چرا روابط انقدر پر از دروغ شده؟ انگار خود واقعیشون نیستن. ببین، الان خودت دقت کن، سوشال میدیا داره حرف اول رو میزنه. یعنی تو با اون شبکه‌های اجتماعی که تو دستت هست و هر روز داری نگاه می‌کنی میچرخی توش، ممکنه که از خود واقعی دور بشی واقعیتش. حالا نه که بگم 100% به واسطه اینا، ولی انگار که یه نقاب، یه شخصیت نمایشی از افراد می‌بینی که اینو دیگه خوراک خودشون میکنن دروغو و هی رفته این دروغه تبدیل میشه به یه باوری که توی خودشون هم هست. حالا فشار اجتماعی توش میتونه دخیل باشه که 100% هست و از خود واقعیشون آدما رو دور میکنه. خب قطعا اینو دیگه ما توی رابطه هم میتونیم ببینیم دیگه خودشون نیستن، یه نقابی رو صورتشونه، خودشون هم دیگه با خودشون صادق نیستن. پس کسی که با خودش صادق نباشه در نتیجه با یکی دیگه هم تو رابطهش نمیتونه خیلی صادق و خود واقعیش نشون بده. بله. و سوال دیگه ای که من از شما میپرسم چرا کمبود توی روابط زیاده؟ ببین، اینم برمیگرده به این که خب ببینیم که این کمبود از کجا نشأت گرفته. ممکنه خب بالاخره یه حس طبیعی باشه و میدونی به خاطر اون اعتماد به نفس، عزت نفس پایینیه که توی افراد به وجود میاد یا اینکه خودشونو مقایسه میکنن. همون باز برمیگردیم با اون سوالت که راجع به سوشال میدیا گفتم، این مقایسه به وجود میاد دیگه، هی کمبود رو تو خودشون احساس میکنن و رابطه ممکنه که اون کیفیتش رو دیگه از دست بده. سوال آخری که من از شما میپرسم، پس چطوری میتونیم یه رابطه سالم و واقعی داشته باشیم؟ ببین، ما باید بیم اول نیاز خودمون رو بشناسیم، بعد بیم رو چیزی که واقعا میخوایم تمرکز کنیم. میدونی انگار شاه کلید روابط سالم و احترام متقابله. من توی یکی از پستام، حالا توی پیجم، خوبه که بقیه هم برن سر بزنن، راجع به خود پارتنری صحبت کردم. این که تو اول خودتو، نیازاتو بشناسی، خودتو دوست داشته باشی، واسه خودت ارزش قائل بشی، اینجوری میتونی که توی انتخابت یعنی اون فرد رو راحت‌تر انتخاب کنی، با چشم بازتر انتخاب کنی. مهمه که خودت رو بشناسی. سال آخر بود؟ بله، ممنونم از شما.
مرسی از شما. ممنونم از وقتی که گذاشتی.